توی 10 سال گذشته بیش از بایر مونیخ، بیش از تاریخ بارسا، بیش از تاریخ لیورپول، بیش از تاریخ منچستر سیتی که تاریخ نداره. آسه میلانی که 7 تا برده، یعنی ما داریم با خودمون رقابت میکنیم. جام مال ماست کلا که چند سال یه بار ممکنه ما بدونش به یه تیم دیگه بگیم تو هم برو اشغال بکن. من نمیدونم، یارو مثلا صحبت میکنه میگه تا کم میاری میگی 15 تا، چی بگم قربونت برم؟ من بیام از کوپا دل ری صحبت بکنم؟ معلومه که میگم 15 تا، معلومه که میگم بیشترین جامو تو لالیگا رو بردیم، چرا نگم؟ معلومه که میگم پر افتخارترین تیم دنیا، چرا نگم؟ طرفدار رئال نبوده باشی، اگه طرفدار اتلتیکو نبوده باشی یا طرفدار بارسا نباشی که بخوای منتظر باخت رئال بشینی، که نکنید این کارو، برای خودتون میگم. میخوای بیدار بشید تا نصف شب بشین، اتفاق نمیفته.